سلام، خوش اومدی به این ویدیو. دوباره برگشتم با یه ویدیو جدید. امروز اومدم با بریتانیا، نه بریتانیای کمونیست، یا به اختصار بریتانیای فقیر. چرا فقیر؟ چون که بریتانیای کمونیست معتقده که نباید کلونیزیشن کرد. باید کل مکان‌هایی که مال ما نیست رو رها کنیم. چرا که نه؟ می‌تونیم بریم امتحانش کنیم. بعد قبل اینکه بریم امتحانش کنیم، این ویدیو رو لایک و ساب کن پسرا گل. جهت اینکه حوصله‌مون سر نره، یه استرینگز 5 خوشگل به آلمان میدیم و لتس گو. بعد یه لحظه ادایی شد. بریتانیا ابرقدرت سابق جهان، ولی نه دیگه. خب فوکس اول این 4 تا سیبو میگیریم چون واقعا خوبه برای 70 روز. آرمیمون رو به صورت کامل تبدیل می‌کنیم به اینفنتری ساده و همه رو میاریم توی مینلندمون. نیروی هوایی همه رو دیلیت، نیروی دریایی همه رو این شکلی ترکیب می‌کنیم. اگه بلد نیستی بهم بگو که یه ویدیو راجع به نیروی دریایی برات درست کنم، به دردت بخوره. ریسرچ مشخصه دیگه، ریسرچ های بیسیک بازی. اکچولی این دفعه می‌خوام ایر کار کنم. بریتانیایی که ایر کار کنه، او مای گاد دلغک بود. همونطور که توی ویدیو اقتصادم یاد دادم، از جایی که روی سیویلیان اکونومی هستیم فعلا باید اینفراستراکچر فقط درست کنیم. پس توی این مکان‌هایی که چیز زیاد داریم اینفراستراکچر می‌سازیم. تمام. دیلیت آرمورد کار، دیلیت ام‌آی‌های اینا رو میدیم بهشون. اکچولی از اونجایی که قراره ایر کار کنیم این بار سمت آنتیر نمیرم، ولی آنتیر رو اگه ایران کار کنیم بازم خوب میتونه باشه. خاطر اینکه پیرسینگی که میده میتونه یه مقداری تانکای اول بازی رو پیرس کنه، ولی خوب همین ترکیب بدی نیست. اکچولی ما ایرپورس هم داریم. دیلیت یوزلس خدا نخور. اون نیرو هوایی رو هم گرفتیم دیلیت کردیم و اینجا میذاریمش برای سل به قیمت زیاد. یه مقدار کامبوی هم سل می‌کنیم، مثلا روش 300 تا قطار 100 تاشو سل می‌کنیم. این هم قطار رو چه درد بریتانیا می‌خوره. یاد نره اینجا بیا توی مارکت آپشن و این گزینه رو اوتو اکسپت رو بزن تا خودش اکسپت کنه و لازم نباشه 24 ساعت حواست به این مود باشه. جاسوسی ام 6 رو می‌سازیم و بازی رو با سرعت 5 آن باز می‌کنیم. جورج پنجم مرد و ادوارد وی آی آی نمیدونم چندم. تو کامنت من بگو که یونانی تمپوه ویور خوبه، من تو بهم بگو. باید در سریع‌ترین سرعت ادوارد بندازیمش بیرون چون که خیلی جالب نیست ادوارد. راسی اگه دوباره صدای کیبوردمو میشنوی به خاطر اینه که اشتراک 7 روزه رایگان کریسپ هم تموم شد. اگه نمیدونی کریسپ چیه، یه اپیه که نویز میگیره. پس فعلا باید تحمل کنیم تا یه راه جدید براش پیدا کنم. بعد اینکه فوکسمون تموم شد میریم سراغ change in course، یعنی اینکه به سمت تغییر حرکت میکنیم. قرار تغییر کنیم، آره استندی اسکول قرار تغییر کنیم تو این کشور. پولیتیکال پاورات هم سیف هم ولی یوزشون نده چون برای کارهای زیادی نیازشون داریم. درجه بعد از اینکه چنج این کورس رفتیم فوکس کانسکشن تو دی ترید یونین. سکند نیوال تریتی هم داریم بین رفت. ما یه جاسوس داریم، اونا مستقیم میندازیمش روی آلمان به دلایلی که فقط خودمون میدونیم. وقتی به آلمان استرینگز 5 میدی باید حواست هم بهش باشه دیگه. مثلا اوکی اینجا رو میذاریم روی لوکال اترنومی چون که سریعتر اوضاعمون خوب میشه توشون. و آیا ما قراره بمب بشیم؟ معلومه که نه، من قراره خدای هوا باشم. ادوارد گزینه اول میگه که سیکتیرشو بزنیم، گزینه دوم میگه که بیاد ولی به شکلی بیاد که وقتی یه نفر بمب بارون کرد کشورمون رو بمیره و عوض بشه. گزینه آخرم میگه که بیاد و نمیره. ما نمیخوایمش. میدونین در بریتانیای کمونیست قدرتمند جایی برای یک ابله پادشاه نیست. جورج ششم اومد، جورج پنجم رفت. توی این بخش سمت چپ میریم که امپراتوری رو نگه داریم، ولی سمت راست باید بریم که امپراتوری رو بین ببریم چون که ما قراره بدون امپراتوری پیش بریم. دوست خوب من الان چون فوکس کانسیدر تو ترید یونین رو رفتیم، اینجا یه دونه بخش باز شده و میتونیم که کمونیست بشیم و بگیم کمونیست. کلا اولیه رو همیشه بزنه محض اینکه اومد. آره ما الان میتونیم پولیتیکال پاورامون رو بدیم و درجه بریم پارشال، ولی خب آلردی هم میتونیم بریم پارشال. پس بریم پارشال. جاسوس دوم با هم میری داخل آلمان. من که میگم بریم کریپتولوژی هم تاسیس کنیم دپارتمنتشو. کلا کریپتولوژی به درد میخوره دوستان. کریپتولوژی واقعا عالیه، یکی از بهترین چیزایی که من تا دیدم. خود دست 150 تای بعدی رو میدیم و منتظر میمونیم دوباره. بعد اونجا که مقرر امپراتوریمون رو دست بدیم پس بهتره که ریفاینری ها رو سریعتر بگیریم. این بخشا رو من کامل توضیح دادم توی ویدیو اقتصادم. کل کار بریتانیای کمونیست دست بسینه بشینی این دیسیژن بیاد بالا بزنی، دست بسینه بشینی این دیسیژن بیاد بالا بزنی، دست بسینه بشینی این دیسیژن بیاد بالا بزنی تا کمونیست بشی. اینم دیوند بلغارستانه که به ما میگه که آقا تو من از جنگ جهانی اول گرفتی میلیتریمو از بین بردی، من میخوام دوباره ریمیلیترایز کنم توی کشورم و ما اولی بهش میگه سیکتیر، دومی میگه به شرط و شروطها، آخری هم بهش میگه که آره هر کاری دوست داری بکن. ما اولیه رو میذاریم بهش میگیم سیکتیر، چون اگه آخریه رو میزدیم این دیبافش که مخصوص آرمیشه
میرفت، الان نمیره. ولی خب در آخر اون بهمون یه دیمند میده و میگه که یا قبول میکنی یا با آلمان میری توی جنگ، که اون موقع ما اکسپت میکنیم، ولی تا موقع میتونیم یلل و تلل نگرش داریم و اسکلش کنیم، که خیلی خوبه. میدونی دشمنت همیشه ضعیف نگه دار. بریم سریعا دنبال دیکلونایز کردن کشور. راستی اون بخش کریپتولوژی هم اینجاست. روی اپریشن میاد که کریپتولوژی و این قسمت رو میزنی و 400 روز دیگه کدای آلمان میشکنه و وقتی که خاصی باش بجنگیم بافای خاص بگیریم. اگه خاصی بگو که یه ویدیو هم راجع به جاسوسی برات ضبط کنم، کامل به توضیح بدم اینا چیه. برای نیروی دریایی تورپیدو کروزر، چرا که نه؟ ما دیگه اون بریتانیای پولدار قدیم نیستیم، پس با چیزای ارزون خوب درست کنیم. دوباره همون دیوند قبلی بلغارستان میگه که لطفاً ریمیلیترایز کنم. ما باز هم بهش گفتیم سیکتور. خب که ما پارشال موب هستیم، من میگم که یه مش فسیلیتی از هر کدوم بسازیم و بعدش بریم دنباله. و آخرین رو هم میزنیم که 30 روز دیگه دیکریپتینگمون مکس میشه. قراره که از این بچه‌های خوشگل مشکل آزاد بشیم، راحت بشیم از دستشون. میدونی وقت ما رلکی نگیرن. بریتانیای بزرگ هستیم، وقت نداریم برای این کشورهای ریزه میزه و کوچولو. این نیوی که ما الان داریم و تقریبا هیچ کی نمیتونه تو دنیا عریفش بشه. بدون همینو اسپم میدیم. این 20 تا جدیدی هم که ساخته شده رو میندازیم قاطی فلیت قدیمیمون و فسیلیتی نیرو هواییمون هم تو این بین ساخته شد. بقیه فوکسا رو میریم و هولد ریفورم و تمام. ما الان کمونیست هستیم. ما یه کمونیستی ولی هنوز مقداری از پاپت هامون رو که مقداری منظورم تقریبا همشون رو داریم، ولی خب به زودی با همش خداحافظی میکنیم و میریم برای خودمون. اکچولی من یه پلنی امروز دارم و میخوام بمبارون کنم آلمانو. پلن بمبارون دارم، تمیز خوشگل. ساخت میلیتری فکتوری، اینکه قرار خیلی ایر بسازیم. اتریش بخواد آزاد بشه تحریمش میکنیم. لکی شاید بگه چرا اتریش بدبخت رو تحریم میکنی. ببین این داستان داره. لکچوری پشمام اشتباهی یه دونه دیگه فسیلیتی دریایی ساختم، مهم نیست اصلا. یکی دیگه دوباره زمینی میسازیم، اصلا اهمیت صفر. اینجا میریم توی بخش اسپای ماستر یکی رو تنظیم میکنیم، والله خیلی فرقی نمیکنه. آلمان هم وقتی که رسیدیم میاریمش روی کوایت اینتل نتورک که جستمون دستگیر نشن یه وقت دردمون میخورن. و اینجا همونطور که میبینید داریم بی نهایت فروش میکنیم. نگاه کن عشق، سرعت ساخت. ما اکچولی استرایک خوردیم. فور ساپورت کم. توی ویدیو گفتم ولی خودم اجراش نکردم. اوکی چرا که نه؟ دیموبلایز. این دیسیژن هم داستانش اینه که میگه که حالا که ما میخوایم همه رو ول کنیم و بریم، چرا که بر نداریم یکم میدونی چیزای بیشتر به خودمون بیاریم. که به فکتوری مفت نبگه دوست خوبم. ما این ریسرچ میکنیم، گلندای فراوان قرار بزنیم و اگه نشینه بدبخت بشه. اون اکچولی فکر کنم تیکه تیکه کشورها دارن ازمون آزاد میشن. آره بله دارن آزاد میشن. آفریقای جنوبی ولمون کرده، مصر آزاد شده این وسط. هند داره یه سری کارهای برای خودش میکنه، گاندی اومده کلا. آره کانادا آزاد شده، این تیکه زمینش هم بهش دادیم. استرالیا آزاد شد و خداحافظ استرالیا. برای خودش هم فوکس داره، بره برای خودش اشغال کنه. درستی اگه دوست داری ویدیو استرالیا رو هم درست کنم کامنت رو بهم بگو، پسر خوب. از اونجایی هم که توی ویدیوی چندم پرسیدم که دخترین یا پسرمتون گفتین پسر، بعد دیگه کلا میگم پسر خوب. او دیزاینای جدید. دیزاینای جدید بچه‌ها خلاصش اینه که یه بخشین جدید اضافه شده این پایین به نام رژیمنتال ساپورت که میتونیم چیزای کوچیک بزنیم. مثلا چه میدونم آنتی ایر باتری. مثلا آنتی ایر باتری چیه؟ هیچی. 12 تا دونه آنتی ایر فرو میکنه توی دیویژن. درسته اونجایی که من آنتی ایر نساختم اینو دعوت بذارم. هیوی گان اینفنتری. بهترینش همینه. یه مش آرتلری کوچولو میاری میذاری توی ارتش و به جایی که میتونیم ازش اسپم میدیم چون که به دردمون میخوره. باید چرا این روی کلونیزال نیست؟ لیبریشن کمپ بود دیاره. لیبریتد ورکرز چجوری داریم اسپم میدیم میلیتری فکتوری بکشیم بیرون، کلونیزه کنیم تا جایی که امکان پذیره. واردات لازم چیزی بگم شوروی دیگه. کمونیست از یک کمونیست مسلما واردات میکنه. نیروی دریایی، لاین اف بتل، لایت تاسک فورس، اسکرینم، کانوی اسکورت. نپرس چرا، اگه میخوای بپرسی چرا باید ویدیو درست کنم. منطقاً الان باید جدا میشدیم ولی نشدیم. اوکی الان تنها پاپتی که داریم هنده. بعد تنها پاپتی هم که نمیخوامش هنده. خب بریم پولدارای کشورمون رو بزنیم تو سرشون. بازم مرین بیشتر چرا که نه. اوراسی یادم رفت در این بین خیلی ریز یه جاسفای میزنیم مثلا هیچ که نبینم، حواست باشه ریز. دو تا جاسوس هم میندازیم روش، همچین این اینتلی که میگیریم باف میده برای حمله بهش. 2 3 4 5 10 تا دونه دیویژن سلکت میکنی جدا و یه جنرال بهش میدی خوب باشه. من میذاریشون اینجا برن لند بزنن. اکچولی 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 این داستان داره. روی کلا 35 تاشو میزنیم اینجا پاترول کنه تا به اون فشار نیاد، میدونی رفتمون نره. باکتریان نیروی زمینی ازالت اینفنتری بهترین برای ما. این فوکس هم که رفتیم و تغییر فرهمند جامعه رو که به چوخ دادیم این فوکس رو میریم و چرا که نه دور برمیگردیم پارشال موب توی این بین چون که
ساپورتمون وضع جالبی نداشت، الان داره و جاستیفایمون هم یواش یواش داره به ایرلند ردی میشه. این خیلی خوبه. خب ما باید ایرلند بگیریم. ایرلند از آن ماست. پور داریم روی ایرلند. چون نباید بگیریمش واقعا. این دوتا رو هم میزنم حالا اسکورت کنن دیویژن رو، چون که چرا که نه واقعا اسکورت کنید. جاستیفایمون ردی شد، دیکلر رو میزنیم، فورس اتک رو میزنیم و مستقیم میریم داخل پورت. لاینش رو میشکنیم، چند تا دیویژن اضافه میکنیم بهش، میزنیم که همش میاد تو این پورت و پوشینگ. و اکچولی من یه ایده هم دارم این بین، اگه این تمپلیت اینم بتونم درست کنم. اوه راستی اینم اضافه شده تو آپدیت جدید. این چیکار میکنه؟ هیچی، صرفا یه دیویژن میاد پشت لاینت و بهت باف میده، مثل این یارو که اسمش رو یادم رفته ولی خب همین رو من سیوش میکنم و یه دونه از روش میسازیم. اوه راستی الان خانواده سلطنتی بریتانیا رو ما میتونیم بفرستیمشون به کانادا یا اینکه اعدامشون کنیم. من که میگم بفرستیمشون به کانادا چون که استابیلیتی دیباف رو ما نمیخوایم مسلما. و چرا که نه، کانادا هم یه باف خوب بگیره، ما اینکه دیگه پاپت ما نیست ولی باحال میشه. انکس کامل ایرلند به نظر من تموم شد به همین سادگی. میشه یکم مرتب سازی کنیم آرمیمونو، چرا که نه. ما میشه جدید به یاد بدم. فرض میکنیم ما تا الان میای اینجا و فقط یه دونه جنرال برای دفاع داری. خب چیکار کنیم؟ تو اتک های یعنی دیگه نمیشه کارش کرد. چرا میشه؟ میای اینجا تو این بخش رو این پایین جنرال کلیک می‌کنی. البته بستگی داره که جنرال دی اسپریتو داشته باشه یا نه. الان جنرال من داره. از روی ترال میری آفیسر کورپرول و آرمی آفنس یا هر کدوم دیگه. الان اینم باز بود ولی خب من اسپید نمیخوام و میتونی از اینجا انتخاب کنی که حالا بین من اینو گذاشتم روی آرمی آفنس و الان میگه که این چرا 5% و 50 تا پولیتیکال پاور میخواد. این به اون زمان پیشرفت میکنه و میتونه تا 15% تکم برسه، هر چقدر که لول جنرالت میره بالاتر. میدونی داره زیاد میشه فکتوریام و نمیدونم بعد چیکارش کنم. ارتلریمون کامل شد و همه رو میندازیم روی ایر. و خب اینجاست که ما تصمیم میگیریم که به کدوم سمت بریم. بعدی من برای فعلا میرم این فوکس رو میرم تا 15% کانزورگوت کمتری داشته باشم تا بتونم از سیوام بیشتر استفاده کنم برای تولید چرت و پرتایی که میخوام. اون راستی اکچولی هنوز الایز وجود داره. ما که سیکتیر الایز رو میزنیم به زودی و سوال اصلی اینه فالو د مسکو یا اینکه بریم برای خودمون تکی بزیستیم. من که میگم تکی بریم، میدونی با شوروی رفتن یه ذره بورینگ و آسونه. ما زمانی که داریم به شوروی کمک کنیم یه جورایی هم میدونی هم با شوروی نباشم چون که ایزی میشه گیم. پس این یکم آره یه جوریه، میدونی بریم الایز کنسل کنیم در سریع ترین تایم ممکن. ما الایز نیازی نداریم، ما خودمون ابرقدرتیم به تنهایی و ببی بمب هم میگیریم. بمب‌های بزرگتر چرا که نه؟ وقتی میتونی بمب کنی چرا بمب بزرگتر نداشته باشی؟ چرا آلمان مستقیم با همه وارد جنگ شده؟ اتچه ریز میدیم به شوروی به خاطر که هم شوروی باف ریز بگیره هم ما ببینیم اون داره چیکار میکنه. آلمان قدرتمند. جالبه ما که اینجا برای خودمون نشستیم و اصلا برامون مهم نیست. فقط این فوکسمون که کامل بشه یه دونه وارگول میگیریم در مقابل آلمان ناتسی. من ایرفورسم که آماده بشه مستقیم میرم داخل آلمان. ولی خب فعلا آلمان داره کارای جالبی انجام میده. او مای گاد ما اینجا 4 تا میخوایم، اینجا 2 تا 6 تا دونه دیویژن. بینم که این 6 تا میان من یه دونه مارین خوشگل دیزاین بزنم. این میخوای بدونی دیزاین مارین چیه؟ خیلی راحته. تا جایی که میتونی مارین میچپونی تو دیویژنت. ولی خب ترجیحاً از 30 تا دونه کامبت بیشتر نشه که داستان درست کنم. اکچولی اینو نمیخوام. کم میارم برای اینفنتریگان. 80 تا یکم دیگه ژنرال هامون هم تنظیم می‌کنیم. چون اینا رو این ریزینگ کنار انجام میدیم. هم ریسرچ کم تایمین هم می‌دونی باف خوبی میدن برای نیوی. ما فکتوری آوتپوتمون هم میگیریم و 120 تا دونه پی پی میتونیم اینجا بگیریم. ولی خب نه من این ریسرچ ست اینجا رو خیلی بیشتر دوست دارم. البته میدونی چیه؟ ما الان تمام چیزایی که می‌خواستیم ریسرچ کردیم، پس اینجا خیلی این خوشگل‌تره به نظرم. یکم تفنگ بدیم به شوروی به نظرم، میدونی 31000 تا تفنگ قدیمی بهش بدیم تا شاید کاری بتونه بکنه. اکچولی من می‌خواستم یه ادیت ریز بزنم اینو، چون که میدونی این مارین کورپس نیست و این اشتباهه. این میره اینم میره این. به اینم میدیم، به اینم یه دونه آرمی پورترز میدیم، دور آرمی پورترز و یکی دیگه که از هر کدوم دقیقاً یه دونه داشته باشه و تولید ایر فورس انگلیسی بلد بود. یه موتور یک میدیم، 3 تا دونه هیوی ماشین گان میدیم، یه دونه سلف میدیم، یه دونه آرمور پلیت میدیم و یه دونه اکسترا فیول تانک. اینا هم آپگریدش میکنیم. اینم از این اوکی. و الان دقیقاً 25 تا دونه تراست فاکتورش و ویتش رو دقیقاً داریم استفاده میکنیم، یعنی ماکسیمم حدی که میشه. از این فایتر میزنیم تا تقریبا بی نهایت تولید بشه. کان 3 تا بسه، یه دونه بسه، یه دونه بسه، یه دونه بسه. نیوی خورد میشه، میره روی حالت کانوی اسکورت و این فوکس هم میریم لندینگ کرافت. ایر فورسی که داریم میسازیم و میایم اینجا این گزینه رو براش میزنیم و اینجا میاریمش و چند تا دونه دیگه میزنیم تا چند تا دونه ردیف ازش درست بشه و شروع کنن به پر شدن. ما میریم سراغ استراتژیک دیستراکشن چون که چرا که نمیدونیم. این یارو کیه؟ یا نیده بودمش. ما میریم نایتس اف دی ایر چون که
مسلما آلمان قرار از ما بیشتر پرسش بشه و کارپت بامبینگ، چون که می‌خوایم تا جایی که میتونیم بمبارونش کنیم آلمانو. مریدامون هم دیپلوی می‌کنیم. ایمپروو لارجر فریم که اومد و یه دیزاین شت زدیم، میتونیم که دیگه بریم وارد جنگ بشیم. ولی خب یه داستانی اینجا پیش میاد، ما نفت نیاز داریم. اشتباه نکنم آره الان دقیقاً به اندازه است. الان دقیقاً به مقداری که نیاز داریم اومد. سعی کن انجینش رو روی کمترین بذاری. استراتژیک بمبوی 200 تا دونه از اینا بیشتر نذار براش. اکسترا فیود برای اینکه برسه رنج سلف آرمور و بازم نمیرسه. یه دونه بمبرش رو کم میکنیم و حالا اگه میشه که میشه یه دونه هیوی ام جی هم روش پیاده میکنیم. اکچولی میدونی چیه؟ آرمور پلیتش رو حذف میکنم. آره هیوی ام جیش هم دوست دارم یه دونه ای کنم، نمیدونم چرا. آره یه دونه ای میکنم. خیلی دیزاین ریز و تمیزیه. همین دیزاین پدر آلمان در میاره. فقط از اونجایی که به صورت بیسیک شده یه کوچولو گرونتره. استراتژیک بمبر از فایترها ما یه ذره فشار اقتصادی بیشتری بهمون میاد. ولی خب راستی یادم رفته بود بخواستیم با آلمان بریم تو جنگ ژرمن رایک. بهش دیکتر وار میکنیم به صورت مستقیم و یه مدت که بگذره سابمرینای آلمان تموم میشه و دیگه کاری دستش بر نمیاد. ایرفورس اوضاعش چجوریه؟ واقعا اوضاع خرابی داره ایرفورس. یه نانگرشن پک ببندیم با فرانسه و او مای گودنس. استراتژیک بمبرها رو دراپ میکنیم و امیدوار باشیم یه کاری بتونن بکنن و نمیرن. دارن بمب میکنن ولی تعدادشون خیلی کمه. حالا همین یه چوسه بمب هم خیلی تاثیر میتونه بذاره توی جنگ. نفت نداریم. مشکلات بزرگ. بدون دیگه نفت از آمریکا بخر بینه. اکچولی آلمان انقدر سرش به شوروی گرمه حتی حواسش هم نیست به چیزای من. خیلی دوست دارم الان بهش لند بزنم ولی مسلما لندم خراب میشه چون که استرنج 5 داره آلمان. این که بیاد با یکم مرینه بیشتر احتمالاً لندی که بزنیم لند زیبایی بشه. همین زودی رسید به استالینگراد. اوکی. اصلا واسه جالب نیست. بهتره که سریعاً لند بزنیم. وگرنه باید با شوروی خداحافظی کنیم به زودی. اگه میگم لند رو بشونیم توی هامبورگ که سریع شما سه تا پسرای خوب میرین توی یه دونه فلیت جدید ترکیب میشین، تیکه تیکه میشین. لند و خیلی ریز میشونیمش. این دیویژن ها رو میذاریم اینجا کاملا برای دفاع. اصلا به هیچ وجه بهشون نمیگیم که تکون بخورن، چون که تکون بخورن همه چیز محو میشه در کسی از ثانیه. و هر چی که دیویژن داریم میریزیم تو ایمپورت. شاید بگی که اون سوپلایش نمیرسه، برام مهم نیست. زمان وجود نداره اینجا. دوست خوبه من. You don't have time for this. اوکی؟ به انگلیسی هم اگه بخوام بگم. ما برای این چرت و پرت بازی‌ها زمان نداریم که سوپلای نیست و این دلایق بازی‌ها یا میزنیم یا میخوریم. تموم شد. وارد شید داخل و به خارج و ورود و به هر جایی که فکرشو میکنید برید، فقط بروید. میدونید اوکی؟ اکچولی این روایی با دست خودم باشه چون که بخشش اگه بکنه خیلی بد به چوف میریم. سریع این سرکل وقت نذار برای این دلغک بازی. آفرین بزن. پورتا رو بگیریم که سوپلایمون بهتر بشه و فرانت لاینی که وا میکنیم با آلمان باعث میشه که آلمان فوکس شروع شوروی خیلی کمتر بشه. این خیلی خوبه چون که ما واقعا نیاز داریم به این فوکسش. و اینجا کریپتولوژی هم که شکوندیم الان فعالش میکنیم تا بتونیم بهتر پوش کنیم آلمانو. این به این که داریم پوشینگ‌های ریز می‌کنیم و گپ باز می‌کنیم سریع باید عمل کنیم چون که اتفاقی برای فرانسه نمی‌افته. پس بزن چی شد؟ بازیم کرش کرد و توی این بین که کرش کردم اتفاق خیلی جالبی نیفتاد. الان هر چقدر که میام بالا توی سیو اگه دقت کنی هیچ بخشی پایین نیست که ژنرالم باشه و این باگو من چند روز پیشم خورده بودم و هر کاری که کردم درست نشد و الانم دیگه نمیدونم واقعا کاری دستم بر بیاد براش یا چی. آره یه‌م کرش کرد. زود نشون بدم قشنگ. آره جنرال فور متاسفم دوستان ولی کاریش نمیتونم بکنم. میدونی راستی کریسپی هم که بای خورده اینه. راستی چیز دیگه بک‌گراند سیستم رو باش خوب بذاری میمون هست فرده است. بک‌گراند سیستم رو باش حال میکنی یا نه؟ چه قشنگه. بک‌گراندمو دوست داشتی توی کامنت ها بهم بگو. میدونی خلاصه داستان این بود دیگه، یعنی اینکه آره من میگرفتم آلمانو و ویدیو تموم میشد. حالا آره میدونم که دیدیم دیگه سندش نکرد چیکارش کنم. بازی من اورجیناله اگه میخوای ببینی اینا گیم اورجیناله. ولی خب امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. خوشت اومد لایک و ساب کن. میدونی خوشت هم نیومد بنویس خوشم نیومد دیسلایک کن. فعلا دوست خوبم با این بک‌گراند زیبا به تنهایی میسپرم.